نگاهی به 7 عادت شروع می‌کنیم. همانی که مدام به آن می‌پردازیم، پس تعالی نه عمل بلکه عادت است. ارسطو. عادت چیست؟ عادت اصلی درونی شده است، به ویژه اگر بخواهیم درباره عادت مؤثر بودن گفتگو کنیم. با قانونی طبیعی مانند سایر قوانین طبیعت سر و کار داریم. گاه می‌توانیم آن را اصول بخوانیم. مثلا در کسب و کار شاید یکی از اصول ارج نهادن به مشتری یا قابلیت انطباق با نگرش مشتری باشد. این امر را اصول می‌خوانیم. حالا اگر بخواهیم این اصل را به شیوه درونی سازم که طریقه اجرای آن را بدانم، مشتاق یا طالب اجرای آن باشم و بدانم که چه کاری را باید انجام بدهم، عادت ایجاد شده است. عادت عبارت از نقطه تماس دانش و مهارت و اشتیاق است. همان گونه که هوراسمان آموزگار بزرگ گفته است، عادتها همچون ریسمان ضخیم شاهسیمند. هر روز رشته‌ای از آنها را می‌تنیم و چندی نمی‌گذرد که دیگر نمی‌توان آن را شکست. این 7 عادت اساسی و بنیادی اند، نه 7 اختیار انتخابی. و همه انسان‌های مؤثر و کارآمد صاحب این 7 عادت‌اند، زیرا این 7 عادت به درمان مشکلات مزمن و ایجاد امکانات تازه می‌پردازند. مجال‌های هیجان انگیزی که می‌توانند قدرت درون و خلاقیت انسان را شکوفا و نمایان سازند. این 7 عادت مستقیما به مؤثر بودن ارتباط می‌یابند که آن را تعادل P.PC می‌خوانند. P به مفهوم تولید یا نتیجه مورد نظر و PC به مفهوم قابلیت تولید. فرض می‌کنیم آنچه می‌خواهیم P یا تولید یا نتیجه مورد نظرتان این است که بچه‌هایتان بدون گوش‌زد و تنبیه یا رشوه و جایزه دادن در نهایت شور و شوق و احساس مسئولیت اتاقشان را تمیز کنند. در این صورت PC یا قابلیت تولید ایجاد رابطه و فضایی خواهد بود که بچه‌ها بخواهند مسئولانه و مشتاقانه کارهایشان را انجام بدهند. از طریق ادب و نزاکت و تواضع، مهربانی و توجه، صداقت، احساس تعهد و خوشقول بودن می‌توانیم در حساب عاطفی خودسپرده یا ودیعه بگذاریم و پشتوانه عاطفی معتبری برای روابط خود ایجاد کنیم. و از 6 طریق می‌توان کیفیت هر رابطه‌ای را با همسر و فرزندان و کارمندان و همکاران و مشتریان و مراجعان یا هر کس دیگر اعتبار و تعالی بخشید و این 6 طریق